سلام بچه‌ها، چطورید؟ من مهتابم، دوست داروسازتون. امروز اولین ویدیومو میخوام توی یوتیوب منتشر کنم. آره بچه‌ها، بریم. 10 اشتباهی که آزمایش خونتون رو میتونه اشتباه تفسیر کنه. خب خیلی از ما وقتی میخوایم آزمایش خون بدیم یا میریم پیش یه پزشک عمومی یا میریم آزمایشگاه و میگیم که خب یه آزمایش میخوایم بدیم، اون پزشک عمومی آزمایش رو مینویسه و یا آزمایشگاه همینجور راحت میتونه ازتون آزمایش خون بگیره و معمولا فقط یه جمله میشنوید، اینه که ناشتا بیا. ولی واقعا ناشتا بودن تاثیر داره؟ میخوام بهت بگم که نه، ناشتا بودن تاثیر داره ولی کافی نیست و کم آبی بدن، مکمل‌ها و داروهایی که مصرف میکنی، ورزش شدید و خیلی از موارد دیگه میتونه آزمایشتون رو اشتباه تفسیر کنه. پس اگه دوست داری آزمایش دقیق تفسیر بشه، حتما این ویدیو رو تا آخر ببین. اشتباه اول، ناشتا بودن ولی در واقع ناشتا نیستی. بچه‌ها به طور معمول 8 تا 12 ساعت بعد ناشتا باشی، ولی خب این ناشتایی چجوریه؟ بهت نمیگن که چجوریه. این ناشتایی اینه که فقط مجازی که آب بخوری، آب ساده، چای، قهوه، آب تمدار، آب با لیمو و حتی آدامس. باورت میشه حتی آدامس نمیتونی مصرف کنی، به خاطر اینکه اینها میتونن قند خون و تریگلیسیرید رو تحت تاثیر قرار بدن و جواب آزمایش دقیق در نیاد. اشتباه دوم، قطع خودسرانه داروهای مهمی که داری مصرف میکنی. خیلی از افراد هستن میگن که خب ما فردا داریم میریم آزمایش میدیم، امشب داروها رو نخوریم یا صبحش داروها رو نخوریم. بچه‌ها به هیچ عنوان این کار رو نکنید، به خاطر اینکه درسته بعضی از داروها مثل داروهای تیروئید، داروهای فشار خون، ضد تشنج‌ها، داروهای دیابت، ضد افسردگی‌ها، اینها میتونن در آزمایش خون اختلال ایجاد کنن، ولی هیچ وقت خودسرانه قطعشون نکنید چون بسیار خطرناکه، مخصوصا داروهای فشار خون، به خاطر اینکه این داروها میتونن باعث مشکلات جدی قلبی و حتی سکته قلبی بشن اگه یهویی قطعشون کنید. پس لیست داروهایی که دارید مصرف میکنید رو حتما به پزشکی که داره براتون آزمایش مینویسه یا آزمایشگاهی که داره ازتون آزمایش میگیره حتما بهش اطلاع بدید که من این داروها رو مصرف میکنم و بپرسید که آیا نیاز این داروها رو قطع کنم یا نه نیازی نیست اینها رو قطع کنم. اشتباه سوم، بچه‌ها وقتی بیمار هستید، مثلا سرما خوردید یا التهاب درون بدنتونه یا آلرژی دارید یا کلاً بیماری حاد دارید، هیچ وقت نرید آزمایش بدید، به خاطر اینکه این بیماری ها میتونن گلبولهای سفیدتون رو و یا فاکتورهای التهابی مثل CRP تون رو تغییر بدن. پس با نظر پزشک آزمایش خونتون رو به تعویق بندازین. اشتباه چهارم، مکمل ها رو جدی نگرفتن. اکثر مکمل ها میتونن در آزمایشی که شما انجام میدید تداخل ایجاد کنن، مخصوصا ویتامین B7 همون بیوتین که در اکثر مکمل های پوست، مو و ناخن وجود داره، میتونه آزمایش های تیروئید و تست های قلبی مثل تروپونین رو تحت تاثیر قرار بده و باعث بشه که آزمایش جوابش اشتباه در بیاد. پس 2 تا 3 روز قبل از اینکه میخواید آزمایش خون بدید این مکمل ها رو قطع کنید. اشتباه پنجم، با کم آبی رفتن به آزمایشگاه و آزمایش دادن. بچه شاید فکرشو نکنید که کم آبی چقدر میتونه تاثیر داشته باشه. کم آبی علاوه بر این که میتونه خونگیری رو سخت و دردناک کنه، میتونه غلظت هموگلوبین و عملکرد کلیه رو هم تغییر بده و واسه همین این شاخص ها در آزمایش رو تحت تاثیر قرار بده. پس روز قبل از این که میخوای آزمایش بدی و صبحش آب کافی بنوش. اشتباه ششم، ورزش شدید مثل بدنسازی یا ورزش‌های هیت. روز قبل از این که میخوای آزمایش بدی یا همون صبحی که میخوای آزمایش بدی قبلش میری ورزش میکنی و فکر میکنی تأثیری نداره. همونطور که میدونید ورزش باعث آسیب جزئی عضلات میشه و در نهایت باعث آزادسازی CK میشه که این میتونه شاخص‌های آزمایشگاهی رو تحت تاثیر قرار بده. حتی میتونه آنزیم‌های کبدی مثل AST رو بالا ببره و باعث افزایش گلوکوز و کورتیزول بشه. پس حواستون باشه که ورزش شدید نکنید چون این میتونه واقعا جواب آزمایشتون رو تحت تاثیر قرار بده. اشتباه هفتم، شام خیلی چرب و سنگین نخور. شب قبل اینکه میخوای بری آزمایش بدی به هیچ عنوان شام چرب و سنگین نخور، مخصوصا اگه قراره فاکتورهای چربی خون مثل تریگلیسیرید رو دقیق مشخص کنی. نیازی نیست وعده غذایی هم خیلی سبک باشه، همون یه وعده متعادل با پروتئین و کربوهیدرات کافی باشه.
اشتباه هشتم، انتظار داشتن که داروی جدید فوراً اثرشون نشون بده. بعضیا داروی جدیدی استفاده میکنن یا دوز داروشون رو تغییر میدن و سریع میخوان آزمایش بدن که ببینن که آیا اون دارو که مصرف کردن تاثیر خودش رو گذاشته یا نه، در صورتی که اصلا درست نیست و نیاز به زمان داره. به عنوان مثال لوتیروکسین که داروی تیروئید هستش 4 تا 8 هفته نیازه که اثر خودش رو توی آزمایش نشون بده. پس برای نتیجه باید صبر کنید و اینجوری نیست که 1-2 هفته بعد از مصرف داروی جدید یا تغییر دوزش برید آزمایش بدید و اثرش مشخص بشه. و در نهایت اشتباه دهم نگفتن درباره مصرف تستوسترون، آمپول‌ها و فرآورده‌های کاهش وزن، داروهای هورمونی، چون اینها واقعا میتونن روی هموگلوبین و تعداد بلبول‌های قرمز اثر بذارن و حالا تعدادشون رو زیاد کنن. پس حواستون باشه حتما اگه اینها رو مصرف میکنید به پزشکتون اطلاع بدید. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم 8 تا 12 ساعت ناشتا باش، مگر اینکه پزشکت بگه کمتر یا بیشتر. حتما آب کافی مصرف کن و تو این ناشتای فقط مجازی آب مصرف کنی. داروهاتو خودسرانه قطع نکن. حتما از پزشک یا آزمایشگاه سوال کن آیا لازمه دارومو قطع کنم یا نه. اگه بیماری یا التهابی داری در بدنت، مثلا سرما خوردی، آلرژی داری، با نظر پزشک آزمایش خونت رو به تعویق بنداز. شام خیلی سنگین و چرب نخور، یه شام متعادل داشته باش و تمام داروها، چه داروی تجویزی باشه چه آمپول لاغری باشه، هر چیزی که داری مصرف میکنی رو به پزشکت یا آزمایشگاه اطلاع بده. 2-3 روز قبل از اینکه میخوای آزمایش بدی تمام مکملات رو قطع کن و مکملی نخور، مخصوصا بیوتین. امیدوارم این ویدیو برات مفید بوده باشه. توی ویدیو بعدی میبینم.